دوستان سلام. من یه دونه کفتر معرفی کنم، اسمش هم بگم از توقی شروع میکنم. توقی رنگ‌های مختلفی داره، زرد، سرخ، سیاه، هفت رنگ، نمیدونم کبود، خیلی رنگ‌های دیگه داره. به این کفتر که فقط دور گردنش حالا زرد، سیاه، هر رنگ دیگه بود بهش میگن توقی. این کبوتر نباید مثلا خال دیگه ای داشته باشه، مثلا رو کتش، دمش، روی جاهای دیگهش اگر نداشته باشه ارزشمندتره و اگه داشته باشه یکم از ارزشش کمتر میشه. توقی حیوانیه که از قدیم‌های خیلی زیاد اسمش هم هستش. خیلی هم میگن که به هر خونی افتاد نیومد داره. من قبول ندارم. کبوتر زیبایی خودشو داره. بعد هم تهرانیش هستش، هم قزوینی یا همون رنگیش. من از نوع رنگیش دارم. اینم یه کبوتر توقی زرد خوشگل. نمایشش میدم به شما.